من راننده اتوبوس هستم. ما هر جمعه از اتوبوس رانی نامه داریم واسه نماز جمعه مسلح که نماز جمعه رو ببریم از ثوابشون مسجد اینا دیگه. بغل مسلح اتوبوس همونو پارک میکنیم به ردیف. چند تا اتوبوس هر جمعه میبریم، هر جمعه نامه داریم، به طغر نامه میریم. اتوبوس هم اونجا پارک، هر جمعه اتوبوس هم روشن به خاطر که مردم از نماز میان بیرون ترافیک میشه. اول ما میریم جلوتر از ماشینا. این جمعه که درگیری شد ماشینا همه روشن بودن، ماشین در قفل بود، من داخل مسجد بودم داشتم نماز میخوندم، یه درگیری شروع میشه. حمله میکردن، سنگ برداشته بود، الله اکبر سمت کلانتری میزدن. کلانتری تیر هوایی داشت میزد که ساکت اینا بشه، اینا داشته میریختن تو کلانتری، زدن شیشه های ماشین ما رو ریختن. بعد دیگه ما نتونستیم برم جلو. من رفتم سمت ایوری که سمت خیام برم، فرار کردم، نشد اصلا، کلا نشد برم نزدیک ماشین، چون که از این بر تیر میزد این برم سنگ میزدن، کلا بیشتر سنگام تو ماشین ریخته بود کنار کلانتری بود. من رفتم سمت مسجدی ولی طرف خیام، دیدم یه دو سه نفرم در پوزشون بسته بود صورتاشون، دیدم سمت مردم هوایی دارن تیر میزنن. دیگه مجبور بودم فرار کنم، از توی کوچه فرار کردم. دیگه مردم هم باز سمت کلانتری از هر سینا ایوری رفتن سمت اتوبوس، هم کلا کلانتری باز رفتن. دیگه کلا درگیری بود. جمعه ماشین من اونجا داغون شده بود و شیشه هاش ریخته بودن، دیگه نشد ماشین برداریم. آمدیم من و داداش بزرگم که ماشین ببریم. دم کلانتری گفت آقا ماشین شماره یه چند نفر صورتشون بسته بودن با کلاش آمدن به سمت کلانتری حمله کرد، ماشین زده بودن دیوار چپه بشه که بریزن داخل کلانتری اینا. دیگه ماشین گیر میکنه، ماشین تو کلا اینجا خورد افتاده بود. دیگه ما مجبور شدیم ماشین بذاریم، دیگه بردنی نبود که ببریم، ماشین اونجا افتاده بود.